سلام برا بکس دوست داشتنی، امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. رفتم قوانین چند تا از کشورها رو که هم پشمریزونه هم خنده‌دار براتون پیدا کردم. میخوایم با هم ببینیم، کیف کنیم، اطلاعاتمون هم بالا بره. مال ایران خودمونم هست که آخر ویدیو گفتم ببینید آخر ویدیو بهم بگید که کدوم از همه پشمریزونتر و خنده‌دارتر بوده. بزن بریم ستونم. اولین کشور اسپانیاست که ساخت قلعه شنی توی این کشور ممنوعه. تو فکر کن ساحل باشه، آب باشه، ولی تو نتونی بسازی. چقدر مزخرف این قانون. دومین کشور سنگاپوره که جویدن آدامس تو این کشور ممنوعه. اونایی که معتاد آدامسن هیچ وقت نمیتونن برن این کشور چون جریمه خیلی سنگینی داره. و کشور بعدی هند هستش که اینجا خودکشی آزاده، یعنی قانونیه. خواستی خودکشی کنی حداقل برو تو هند خودکشی کن که قانونی باشه. کساییم. کشور بعدی ایتالیاست که تو این کشور غذا دادن به کفترا ممنوعه. به این یا کریما یاد یه بنده خدایی افتادم که خودتونم میدونید خیلی مخلصیم. کشور بعدی کشور ژاپن است که اضافه وزن داشتن ممنوعه. یه وزنی رو تعیین کردن بالاتر از اون نباید باشی، به خاطر همین همه یه شکل و یه اندازه و یه وزنن. کشور بعدی کره جنوبی است که شما نمیتونید تو این کشور صدای دوربین گوشی خودتون رو قطع کنید. اینم فقط لجندا میفهمن. کشور بعدی بنگلادش هست که تو این کشور تقلب بکنی میندازنت زندان. هممون یه رفیق داریم اگه قرار باشه بندازن زندان بازم تقلب میکنه. اون کیه؟ کشور بعدی همسایمون پاکستان هست که داشتن گرلفرند، اومدم شوسی بیام برم همون زیدی خودمون، داشتنش ممنوعه آقا جان. کشور بعدی کشور امارات هست که توش یه قانونی داره که قسم خوردن ممنوعه. به نظر من قانون خوبیه، نظر تو چیه؟ بله، توی بنگلادش یه قانونی هست که سلفی گرفتن با بوداها ممنوعه. دیگه من نمیدونم خوبه یا بد بودنشو نمیدونم. تو کشور لهستان گرفتن فال ممنوعه، ولی خب توی کشور ما خیلی ها بهش اعتقاد دارن و رایجه دیگه. کشور بعدی آفریقای جنوبی است که تو این کشور یه قانون داره که دست کشیدن به روی خرس و ناز کردنش ممنوعه. واقعا کی ببخشید جیگرشو داره نزدیک خرس بشه که حالا نازش هم بکنه. کشور بعدی مکزیک است. بوسه زدن تو خیابون و جایی که عموم هستن مردم هستن ممنوعه. خب خواهر گلم، برادر گلم، برو آخه تو خیابون جای جفتگیری نیست که، بیا برو تو خونه. خب کشور بعدی روسیه هست که اینجا یه قانون وجود داره اگر با ماشین کثیف بری بیرون جریمه میشی. به نظر من خیلی قانون خفنیه. خب ماشین تو بشور بعد برو. یکی از چندشترین قوانین آمریکا اینه که زن تو عموم نمیتونه زیر بغلشو در بیاره نشون بده. یعنی چی الان من نمیفهمم، حالم بد شد. برو بعدی. یه قانونی که تو ایران وجود داره و همه در موردش بد میگن اینه که خانوما نمیتونن موتور سواری بکنن و این ممنوعه. موتور سواری برای بانوان ممنوعه، به امید اینکه یه روز آزاد بشه و خانوما اونم بتونن موتور سوار بشن. آقا تا اینجای ویدیو اومدی یه لایکی بزن، یه کامنت بذار عشق داداش. حداقل وقتم نداری یه استیکر بذار برامون تو کامنت ها عشق کنیم، حمایت بشه ازمون، ویدیوامون بیشتر دیده بشه و بهمون کمک میشه که بتونیم ویدیوهای با کیفیت تر، اطلاعات بهتر در اختیارتون بذاریم. دمت گرم عشق داداش، دیگه وقتتو زیاد نمیگیرم، برو به سلامت.